اینم میبری. خیلی خوب بیا. بدو خبر شو قدرت. برو آجا با این مثل که نمک خورش کردن این خیک آب شده آجا با راه نمیرن مبارک باشه پسر چطوره؟ پسرم الحمدلله بهتر آقا انشالله که سایه شما کم نکنه از سر نوار خالی نمونه دست به جنبون اینو باری کیه؟ حاجلی سیدمن آره دست به جنبون بابا دست به جنبون نوار بره خالی میمونه گیر میکنه دور کن نرید بابا قبول شدی تو سلام راست میگی؟ اینجوری چرا بود جمع برداشته؟ اینجا چرا بو گرفته؟ اینا رو میخواه خورده خربان نبارید عجب دولبایی هستی بابا اینا رو میخواه بدی مردم بخورن اینا رو بدی مردم بخورن اینا رو آخه این چیه بابا؟ عجب کایاتی ها هم بزن ماشالله به قدرت ماشالله بازم خوشمزدگی کردی یا رحیم نمکی آره خوبم تو چطوری بابا؟ خوبی؟ قربون تو عباس آقا بچه ها همه رو به رام آره دیگه مشغول سورسات جشنه سلامت اصغر اینجا نیست آقا اصغر اونجاست تو سالانه چشم من فردا نمیه پیش من پس من امشب برای چی میام اونجا؟ ای بابا چه تنهایی مگه همیشه چه کار میکنم؟ ببینم چی میشه خداحافظ کار میاد دستی غربتی رو اینجا فرم برشون بکن اون وقت ما که 20 تا اینجا چون میکنیم هشتمون گره نمیده زهرا جان نرخ نزنی روز تو شب نمیشه اینا گوجه نچینن تو بقیه اینجا چی کارن که میمونم شرایطشو داری حق تقدم با آیلمنداست آدرس خاتم آباد شهرک متحری نفر بعد نوبر کردانی شغل شوهر نکردم مجرد نفر بعد چرا نفر بعد؟
گفتم شوهر نکردم، نگفتم تنهام. خرجی 3 نفر رو میدن. خونم هم به اینجا نزدیکه. کارم هم خوب بلدم، از قدرت بپرس. دیگه چه حرفیه؟ اسخر چند نفرن؟ 8 نفرن آقا. سخت نگیر، اسم همشون بنویس. آدرست؟ نعمت آباد، کوره قلعه خان. بری زود باش زود باش. بیا علی 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 نیمدی مهمونی که بلنشی کمک یلا بفرمایید بشید. بسم الله بفرمایید. صبر کن تو بچه ها برو بیا چرا به این دوتا دادی به من یکی؟ من سبا هم بیشتر یا این جوجه 2 روزه؟ حرف نباشه به صاحبه نیست تو یه نفری. به نفر نیست بگو به چشم ابروه. من دارم میرم مواظب هستی که به سلامت خیال راحت باشه. به سلامت. آقا اجازه میدید من برم؟ منم ببر خونه فرو خستم. میخواستم اینو ببرم مال این دختر از کردنی زهرا خانم سر صدا رو انداخت اونم گوشتشو نبود. خونه‌اش کجاست؟ سر راه نعمت آباد. آقا من همین الان برمیگردم.
بچه ها کردانی میشناسی؟ چیا میخواد؟ کردانی دارین اینجا؟ کارت چیه؟ دنبال یک کسی هم که گوشت آورده بود براش. فقط واسه اونا؟ آخه دختره کارگر کارخونه است. نوبت خودم آوردم بیش تا چند وقت پیش همینجا کار میکرد باباشم تا زنده بود اینجا گفتن از دست زنش دیر کرد زنه کارش ایراد داره عملیه واکن غریبه نیست میترسه سلام نوبره میخواد تو چیکار داری؟ اومدم دنبال کسی که اومده بود سراغش. ببریش سراغ ننه سلطون. تو گفتم ببریش کلخه. من ببرمش. ببر. بیا ببرمت. ننه سلطون وقتی حالش خراب میشه هیچکی جرأت نمیکنه بهش دست بزنه. آبجین که میره دستش اینطوری میگیره پشت گردنش سرشو میبره بالا انگشتشو میکنه تو گلوش بعد اونم یهو استفراغ میکنه بعد هی اوق میزنه بعدش هم انقدر سرفه میکنه که بیحال میافته اونجاست. آقا ببخشید گیر افتادم. آقا جون سلام. زنگ زدم نگهبان گفت رفتیم. ما منتظرتونیم. آقا جون هلسیم سلام. ما شام نمیخوریم تا بیاییم. آقا جون ساعت 10 کجاییم؟ دلمون شور افتاد. رسیدیم خونه حتما زنگ بزنیم. ساعت 9 پرواز 724 امارات. دلم براتون خیلی تنگ شده، خیلی زیاد، اندازه همه دنیا. میبوسمتون. دلم براتون خیلی تنگ شده، خیلی زیاد، اندازه همه دنیا. میبوسمتون. قربونت برم افتخار من.
جون. سلام فروغ خانم. باز چه خودتو به زحمت انداختی؟ چیزی نیست. شیرین خلوی عیده. با یکم خوردریز فریزری. دیشب چرا نیومدی؟ خیلی منتظرتون شدیم. خیلی خسته بودم. قربون بابای بدقولم برم الهی. سلام. سلام. بی بغلم عزیز بابا تو رو نمیگم اینو میگم. عزیز بابا 2 هفته دیگه میام. هنوز دختر نیومده شروع کردی؟ خب هر گلی برای خودش یه بویی داره. آری ولی افتخار گل سرسبد پدر است. ای شیطون. حرمت مادرتون برای من بیشتر از اینا ارزش داره. اگه واقعا میدونستم روحش از این کار راضی میشه 1000 برابر بیشتر براش میکردم. پس اجازه بدین امسال مراسم رو تو خونه خودم برگزار کنم. یه عمر توی این خونه زندگی کرده. منم هنوز سر پام. و خونه داماد سال بگیرن دستشو درد نکنه خانوم. به هر حال اینا رسم و رسومه. نه اینا رسم و رسوم نیست. اینا آداب و اصوله. مهمونی 7 دولت رو انداختن و 100 تا آدم بی‌نیاز و شکمسی رو دعوت کردن که نشد رسم و رسوم. چند تا خانمای فامیل دور هم جمع بشین یه فاتحه بخونیم. خرجش هم بزنیم به زخم 4 تا آدم مستحق. بابا جونم شما که این همه ریخت و پاش میکنی این حسابگری بهتون نمیاد. اینو بهش میگن حسابگری یا چون نمیخوام افطارمو دست شما بدم حسابگرم. در حال ما هر چی میگیم برای خودتونه. آره برای خودم. این تلک پلک بفروشم بذارم تو بانک بیام ورداری شما بشین. ما کی برای شما تعیین تکلیف کردیم؟ حرص و جوش اداره کردن کارخونه که بیشتر از سودشه. قبول نداریم. کارخونه دلخوشی منه. این نمیتونی بفهمی؟ ارث پدری که نبوده. نتیجه جون کندنم زحمت کشیدنم بوده. آدم لاابالی که نبودم. خب حالا نمیتونم بیکار بیار بگردم. عید شما مبارک. مخلصی. مخلصی آقا جون. بفرمایید. آقا جون عیدیه ما کو؟ عیدی شما بالا. سکای شما برکت کیسه ما. همین خواهر برادر داری؟ بله. چرا یه فکری برای دوا درمون مادرت نمی کنی؟ کارش از این حرفا گذشته. بالاخره مادرته. میخوای بفرستمش مریض خونه جایی؟ فایده ای نداره. حقوق که نگرفتی؟ هنوز نه. برو صندوق نصف حقوقتو بگیر دست و بالت خالی نمونه. میگم بگیر. اگه میخواین کاری برای ما بکنیم بذارین خواهرمو با خودم بیارم. صبح که میام سر کار همش دلم پیش اونه. برو بگو قدرت بیاد. ظاهر رو نمیاد اما دلش خیلی کوچیکه. از لایجان که اومدم یه روز منو برداشت برد اینجایی که الان هستم. حالا دیگه بدبخت کنه خرابه شده ولی چون توی طرحه هیچ بهش دست نزده. به من گفت تا هر وقتی که تنها هستی همینجا بمون. لابد میدونستم میشه تنها میمانم دیگه. چرا بهت میگم قدرت؟ با این همه ریش و پشم میخواستی به من بگی رعنا؟ اسمت رعناست؟ نه نخندی ها. اسمم کبوتره.
یه وقتی اسم من به قیافه من میامد. 13 سالم بود رفتم یه کارخونه هورمون بود، چه کوفته کاری بود، میگم به خاطر اون قیافه تو عوض شد. اگه نه تو بیای میدان نه این وقت چی؟ میخوای بگی باید این سوراخ موشا خالی کنی؟ من بگم؟ اگه تا حالا ماندی به خاطر اینکه من هواتو داشتم لازم نکرده تو کاری نداشته ببینم کی میتونه من از اینجا بیرون کنه اونو دیگه کار بخورم باز چی زدیش بی پدر؟ راستشو بگو ببینم کجا گذاشتیش؟ باز جان رفته سر کار زبونت دراز شو میدونی اگه خبری بشه اونا در میرن تو گیر میافتی لازم نکرده تو دلت بر من بسوزه به خاطر اینقدر زهرماری که مثل سگ میندازن جلو داری هم خودتو بدبخت میکنی همون بچه رو باز این بچه کجا رفت؟ آهای روسری آبی اسم چیه؟ سنوبر پس زبانت کنی شاید برای خونتون بلبل زبانه میکردی بگی دست شما درد نکنه افتخار خدا رحمتش کنه که اینا خودشی بیا بریم بابا جون زندگی همینه همه میرن صفای قدمتون خانم زنده باشی اصغر آقا جای آقا حسام و بچه ها خالیه انشالله واسه عید با فروغ و بچه ها میریم خدمتتون انشالله البته اگه آقا جون بیان به من چی کار داری؟ من بچه‌م که هر کجا شما میرید دنبال تو راه بیفتم خودتون برید به انسی بگین میخوابه نگران شماست میشینه میگه آقا جون غذا میخوره میگه الان آقا جون چی کار میکنه تقصیر شماست که زناتون انقدر لوس و نونور بار میاری آره واقعا آقا جون
ماشاءالله با این قدیش هممون رو اسیر کرده. پا نمیشه بیاد پیش یکی از ما. تک و تنها قوقو تو این خونه. اگه زیر بار میرفت که چیکار کنه؟ یه عاقل زن متدین با شخصیت پیدا کنیم و صیغه محرمیت بخونیم، هم از تنهایی در میومد، هم به کاراش میرسید. اگه این یکی دو روز در هفته که شما میای بهش سر میزنی خیلی خستت کرده، نیا عزیز من، نیا. اگه من مردم. ای بابا این چه بحثیه؟ دلنگرانی های ما یه حرفه، زندگی بابا چیز دیگه است. من نمیخوایش تو زود پاشیم بریم. خب پاشیم بریم میگیریم بخوابیم. بسا خوش کن خانم خسته بگی بخواب. خوش کن. عزیز بابا کجا میخواد بخوابه؟ صدق الله علی العظیم و صدق رسوله نبی الکریم و نحن علی ذلک من الشاهدین و الشاکرین و الحمد لله رب العالمین. اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات وابع بیننا و بینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک غافر الخطیئات انک علی دو شب قبل از اینکه بیام خوابشون رو دیدم. یه چادر نماز سفید سرشون بود. اشاره میکردن به یه جایی. من کسی رو نمیدیدم ولی انگار میخواستن شما رو بهم نشون بدن. میشه نام شد. دارم دیر میکنم، دارم میبوسم. میرم میام اما هیچ فایده نداره. به تو فقط میتونم بگم آدم تا دم آخر هم نفس میخواد. هیچ کس تا تنها نباشه نمیتونه بفهمه تنهایی یعنی چی. من خوب میفهمم، خیلی خوب. تو چرا؟ زنده باشه حسام بچه‌هات. اذیتت میکنه؟ کاش اذیتم میکرد. اون زندگی خودشو میکنه، منم سرم به بچه‌ها گرم. خب شاید زیر سرش بلند شده. نه، خوبتر از این حرفاست. آقا چطور؟ شما که همیشه همه چیتون جفت و جور بود، با هم خوب زندگی میکردین. آقا جون، خوشبختی اون چیزی نیست که بقیه از بیرون میبینن. برای همینه که هیچ قانونی نمیتونه بگه کی کنار چه کسی خوشبخت میشه. فرهاد بله. اینو بذار وسط میز. از حالا که میپلاسیم. نه یختم پاش. آقا جون آماده نمیشی؟ الان میام. بله خانم. اینا چیه؟ گفتم گل صبحی. این تعداد نداشتن انسی خانم. زیادم بد نیست بابا. اینو ملامین. قدرت جان بجم مادر، بجم دیره. چشم خانم جان. اصلا ما برای چی اومدیم اینجا؟ من که دلم نمیخواست بیام. چی بیداره که باید پیرار سال که سال اولش بود میدیدی برای اون چی کار کرده. حقشه. بسیار بسیار خانم خوبی. خودست که بعد از اون خدا بیامرز آقا عین مرغای کرچ رفت تو لاک خودش. اومد. بی بالا کمک زهرا. مراقب باش نشکنی فدات شم. زهرا چای تازه ره؟ بله. هر یه رو به یه رو میاری یا باشه دیگه نذار من صدات بزنم. چشم. خیلی خوش آمد. بفرمایید. آقا جون حاج آقا شکویی. خیلی خوش آمد. سلام علیکم. مشرفم. شما تشکر. سلام تبارک باش کن خانم بفرمایید. خیلی خوش آمد. انعقاد این مجلس به مناسبت سومین سالگرد مرحومه مقبول سرکار خانم شفیقی است که من از طرف همسر وفادارش جناب آقای رسول رحمانی
و صبیحه‌های ایشان از حضور تمام آقایان و مقدرات تشکر می‌نهاد. لذا به این مناسبت چند بیتی از مولا علی علیه السلام خوانده می‌شود. امید توجه از همگان را دارد. من ندانستم چیستم یا چیستم هرچه هستم از تو تمام بشه بعدن شاید دو سه دیگه تمام نشه. برو تو بایستا همینجا، معلوم برمیگردم. کرم کن قلب ما را منجلی. مولای من خلق جان دل بر چی کار کنم؟ زهرا گفت غلط کرد. تا من نگفتم هیچ کسی چی نیاره. بلند شو بریم. چقدر شده؟ پاشو بریم. کجا؟ نقصه گوشم تو رو بخور. از خیلی رو میرسونه ها. نه خودم میرم، بریم. نوبه کجا؟ چی شده؟ رضا چی شده؟ بردنش. ناصرم؟ چیه؟ بری خانه تو خو! Oh
آقا خوبه این؟ افتخارم که میره بدجوری دلم میگیره. بچه کجاست؟ چند روز پیداش نیست. از قصه مادره مریض شده. آقا گرفتنش. نوبرم افتاده به ای برادره. طفل معصوم اونم با خودشون بردن. قدرت هر روز میره سراغش. تو چه لاغر شدی گنجیش که ملاقاتی نبودیش؟ حالش بهتر شه میبرمش. چی گفتن؟ اون که باید بمونه، ولی ناصر رو میگم بار اولشه باید تنبیه بشه. تا بیاد تنبیه بشه واسه اون اراذل خراب شده رفته به کارش. حالا کجاست؟ کانونه. تو مواظب صنوبر باش حالش بهتر شه. از شنبه میام سر کار. خوش آمدی. عجب نگاهیه. جوونی داره میسوزه و پرپر میزنه و حالیش هم نیست. اصغر. بله آقا. تو نمیخوای سر و سامون بگیری؟ حالا چی برمی‌داری؟ سب کن بزن حالا سر منو میشکنی ها؟ تو سر به سر من بزنی چشمای دارم در میارم. از تو برمیاد آقا قاضر. بعد اسمت میذاشتن اسمال یک کرد. خفه شو رحیم. خجالت نمیکشی؟ خدا شده از کار تقصیر اینه. به من چه ربطی داره؟ من امروز نه چه مرگی شده. از صبح تا اخلاقش گمرغیه. ببرش ازم. بری سر کارتون. یعنی میشه آقا. آره عباس آشامارسو جور کرده ایشالله با زمانه تو خودم میارم بیرون. خدا از بزرگی کمتون نکنه.
فکراتو کردی؟ دختر خیلی خوبیه. میدونم آقا، خدا وکیلی دلمون براش خیلی میسوزه، ولی نمیتونم. راستش میخوام با اجازهتون با قدرت یعنی کبوتر خودمون. راست میگی؟ عالیه، زن سالاریه. کاش همینجا میماندی برای کار. نشنیدی؟ هم از اینجا حوصله‌ام سر رفته، هم از پیله های تو. خیال میکنی من از سر دلخوشی اینجا ماندم؟ پاییز که برم طرف های خودمان دیگه بر نمیگردم. اصلا همینو میگفتی. پارسال وقتی برگشتم پیش خودم خیال میکردم این دفعه شاید وایسا کنار خیس نشی. فردا اما از آقا میگه الا تا هفته دیگه. گوش کن دوباره تو بگم از آقا. سلام خاله. سلام دختر جان. آقا گفته وقتی تو رفتی خانه اصغر آقا، خانوم نوبر خانوم بیاد بره بشینه سر جای تو توی اون خونه. خوبه؟ باشیم برگردیم سر کار ما دیگه. کبوتر ها بگو نوبر بیاد. نوبر جان. ناصر تا مدرسش وا بشه میمونه بر دست اصغر آقا. تکون بخوره خودم حسابشو میرسم. خانید شد؟ نه. فردا اسباب کشی میکنی میری همونجا که کبوتر بهت گفت. نمیخوام این بچه تو محل بره. هرچی شما بگید.
شما که منو کشتین. چطور بابا؟ هیچی. نه از این چیزی نیست. بیخبر میمونم ازتون، دلم هزار را میره. سر نمیزنین میگین گرفتارم، زنگ میزنم نیستی. به خدا دیشب تا صبح خوابم نبرد. خواستم نصف شبی پاشم بیام پیشتون، فرهاد نذاشت. دعوامونم شد. به من میگه بچه ننی عزیز دردونه ای. آخه چیکار کنم؟ دیدم یه من پیش شماست. آخه چی شده؟ ناسلامتی من دخترتونم. آخه نگرونتونم. اگه خسته شدیم بریم پیش افتخار، اگه کسلین ببرمتون دکتر. شما خیال میکنی هر کی پا به سن گذاشت فقط باید مواظب فشار خون و کلسترولش بود؟ یادتون میره دردای دیگه هم هست که تو ورق آزمایشگاهی نمینویسن. یادتون میره من زندم، نفس میکشم، جون دارم. گریه نکن ببین چی برات آوردم. بگیر عزیزم. آدرس تازه‌مون رو دادم به دفتر. نه سنو برم. نه عزیزم. حالا کی هست؟ یه آدم. عزیزم خود بگیرتت؟ خود شوهرم بده. فکر کنید دختر خود من خانم اخباری، دلم میخواد یه کسی باشه که قدرشو بدونه، یه وقت خیال نکنه که یه دختر بی کس و کاریه. بله اگر شما پسر رو پسندیدین خب قرارش بذارین. کبوتر! ببخشید خانم اخباری. این حرفا چیه؟ این بی احترامیه. من با آقای رحمانی گلاتونی میکنم. تو این چند روزه همه کارام گذاشتم که به این مورد برسم. اصلا درست نبود. به بزرگواری خودتون ببخشید. ان جلسه دیگه. ببخشید. کبوتر؟ این مسخره بازی ها چی در آوردی؟ خب راضی نشد بیاد دیگه، چی بکنم که؟ نمیتونست یه دقیقه بیاد اونجا بشینه؟ کامیون دیر کرده، من چه تقصیر دارم؟ نوبر کردانی! آقای من! بده شما بفرما دفتر، من الان میام. خدا منو بکشه، من میام برای شما میگم. میگه نه این نه هیچ کس دیگه. میگم آخه دختر جان آقا بد طوره که نمیخواد. میگه جوانی نباید تنها باشی. فردا پس فردام که مادر تو بیاد بیرون باز دوباره همان آشو همون کاسه. بالاخره یک کسی باید باشه پشت طوره بگیره. میگه مگه تا حالا چه کار کردم؟ بعد از اینش هم میکنم. میگم اگه آقا نبود زیر بال پر طوره بگیره. میگه والله مدیون اونم. اصلا رو حرف آقا حرف نمیخوام بزنم. اما اگر بخواد اصرار کنه وادارم بکنه دیگه اینجا بند نمیشه، میره سر کار منم نمیره. چه میدونم والا. میگه همین قدری که سایه آقا بالای سر من باشه راضیم، هیچ چیه دیگه هم نمیخوام.
افتخار بابایی چیزی نیست، تنها کاش که پیشم بودی. با خودشون نباشن من اجازه باز دادن ندارم. بی خودم معطلم کرد. بله. سلام انسی خانم. نه والا هیچ خبری. منم موندم حیرون. همه کارا قاطی شده. اگر تا فردا نیومدن بگید عباس آقا و فرهاد خان بیان اینجا. فردا من نمیتونم جوابگو باشم. گوشی آهای کجا؟ پس تصفیه حساب بار قبلی چی؟ چطور میشه چکو به تو تحویل داد اما بارو تحویل نمیدی؟ باشه تا خود آقا بیاد. بزن بریم. چی دیگه زنگ بزنی؟ الو بفرمایید. بازم افتخاره. سلام افتخار جان، حالت چطوره؟ نه هیچ خبری. نگران نباش، به محض اینکه خبری بشه فوراً بهت زنگ میزنم. آره حتما، قربان تو. به آقای اسلام سلام برسون. خداحافظ. من نمیدونم فایده اینجا موندن ما چیه. اگه بخواد زنگ بزنه به خونه ما میزنه، نه اینجا. بریم که این بچه‌م داره اذیت میشه. نمیتونم. چیه نمیتونی؟ همه کارات افراط خانم. حالا وقتی این حرف هاست دختر جان اینجا چی کار میکنی؟ دلم شورشو میزنه. بگو نمیخوام. بگو راحتم کن. حیثیتم، آبروم، منم تا زندم مثل دخترای خودم ازت نگهداری میکنن. شایدم عزیزتر از اونها. از اولم نیتم همین بود. یهو گرفتار شدم، یهو اسیر شدم. به من بگو تو جای پدر منی. بگو یه حرفا قویه. دلم نمیاد جوونیت به پای من حروم کنی. اونم
نمیدونم یه زندگی پنهونی، ترس رسوایی، سر زدن گاه و بیگاه. اگه راضی باشم چی؟ باید بگم نه؟ تو بچه‌ای نمیفهمی. دلم میخواد خیلی کارا برات بکنم اما حتی نمیتونم اسمتو تو سجلتم بنویسم. میفهمی یعنی چی؟ وقتی قراره هیچ کس ندونه حلال همسر شما، چه فرقی میکنه اسممو جایی بنویسن یا نه؟ نمیدونم. چی میدونم؟ عباس پاشا آقا جون اومد. سلام آقا جون. سلام. سلام آقا جون. سلام. نگفته بودین مسافرت میریم؟ شرمندتونو باید میرفتم. من دارم میرم. خواستی بیا، نخواستی تا هر وقت دلت خواست همینجا بمون. بچه رو کجا داری میبری؟ واسدی چیکار؟ برو بچه ها رو بیدار کن بریم. بجام ده. به جنبین کار تعطیل ظهره. پاشو رشید، مردان بگو بیا یه آب بزنه به دست صورت خودشون. چه نگاه میکنین که بریم نهار دیگه؟ سلام علیکم. چشم ما رو شناقا. خیلی باشه. برم کجا بودی؟ همه رو جون به لب کردی. یه خربار فاکتور مونده. صدای همه در اومده. کبوتر رو اون رو تموش نذاره. بره بهش در بزنه. مگه نیومده سر کار؟
کجا معلوم؟ باهاش بزرگ شدم. لب واکنه میفهمم چی میخواد بگه. مگه من خرم؟ ببین دختری چجوری زیر پاش نشست. حالا مگه چه عیبی داره که؟ عیبش؟ چه میدونم والا. خدا آخر عاقبت هممونه به خیر کنه. چقدر خوشگل شدی. دلم میخواست خودم عروست میکردم. عروسی نداشتم. مگه من داشتم؟ فک و پامیلای بابات وقتی فهمیدن میخواد منو بگیره آغش کردن. گفتن برای دختر مهدی تریاکی که اینقدر حرف پشتشه کسی عروسی نمیگیره. اونم که هیچی نداشت. عوضش خیلی قد بود. عین خودت. برای ناصر بافتم. زمستونا بچم دستاش ترک میخوره. برای خودش مردی شده. چجوری اومد بیرون؟ اون زامنش شد. آدم خوبیه؟ کاش میدیدمش. میای بیرون. صنوبرم چطوره؟ یادش که میفتم جگرم پاره پاره میشه. براش هیچ مادری نکردم. چی میگم؟ اگه برای تو کردم. اما گوجه فرنگی ها تو مهتاب رنگ میگیرن. تو مهتاب کم کم قرمز میشن، قشنگ میشن، قشنگ مثل نوبر. پاشو صنوبر، پاشو برو سر جد بخواب. بلند شو. پاشو دخترک، منم باید برم. بچه ها زنگ میزنن دلنگرون میشن. دلم نمیاد برم اما آقا جون با اینو بردار ببر من درستش میکنم آقا. فاکتور جدید بده من فاکتور جدید. آقا جون من نوکرتم ما رو خطی نکن. نمیبرم آقا دور کن عزیزم نمیبرم. ما سعی میکنیم پیمانکارا به تعهدشون خوب عمل کنن ولی نظارت مستقیم شما لازم. بچه‌های فنی هم رسیدگی بیشتری میخوان. اصلا نمیخواد بار ببری. اسخر چه خبره؟ فاکتورش اشتباه شده برای من شاخشونه میکشه. شاخشونه میکشه؟ باره خالیکا. باش آقای مهندس. هفته آینده یه جلسه میذاریم بیشتر با هم تو خواهش داره من اشتباه کردم. میخواستم بهت بگم یادم رفت. آقا فضولی نباش. چند وقتی میخواستم یه چیزی به شما بگم. راستش دیگه تو کارخونه حرف منم نمیخونن. یه حرفایی میزنن پچ هایی میکنن. روز مرگم باشه اگر بخوام بی آبروی شما رو ببینن. آقا
تو رو خدا یک کم بیشتر مواظب باشی. آقا رو دیدی؟ هیچی. به کبوتر بگو یه سری به من بزنه. باشه. دلم خیلی تنگ شده. دلواپست شدم. امروز کبوتر اومده بود میگفت خیلی سرحال نیستی. میتونی چند روز سر نزدی؟ حساب دقیقه هاشم دارم. نه دخترها باید جوری پاپیچم میشن. نمیدونم خیالاتی شدم. هر جا میرم فکر میکنم همه عالم آدم دارم منو میپان. فردا به دیستره میزنم. چشم خانم. هیچ نشونه‌ای نبود ولی من مطمئنم حس زنا جلوتر از چشمشو میبینه. اون حالتی که عباس زنگ زد و گفت بالاخره کار یکی شده فهمیدم قضیه جدی‌تر از این حرفاست. یعنی چی؟ نمیدونم. شب که اومدم بهت میگم. چه بلایی داره سرمون میاد خدا میدونه. موش بخوره نوکمون زمان تو. دلم نمیخواد برم. دوست دارم برگردم کارخونه. اقلا اونجا هر روز میدیدمت. میدونم خسته شدی از اینجور زندگی. میخوام اینه اون موقع کارمو بکنم. هم بدونن زن تو هم. اینه همه یادم ها. اینه اسقر و کبوت. هیچی آرامش ندارم. نه خونه، نه کارخونه، نه پیش بچه هم. سر رشته کارم از دستم در رفته. کاش نیومده بودی. کاش نمیدیدمت. کاش زودتر اومده بودی خانم. کجا بری اسقر؟ فروخ خانم خرید دارم میرم برمیگردم. بگو من کار دارم شب یه خود دیر. چشم آقا. بچه ها برید تو حیاط. گفتم برید. اسقر قابیا بالا. ببرم آشپزخونه. زهرا میبره. کارخونه نبودی؟ فروخ خانم کار داشت.
بیا بالا. بشین. آقا گفتن شب دیرتر میان، نگران نشین. ببین اصغر آقا، ما که برادر نداریم، ولی تو که تو خونه ما بزرگ شدی عین برادر همه مایی. سلام انسی خانم. خب معلومه، خدا از بزرگی کمتون نکنه فروغ خانم. پس یعنی خوب و بد ما برای تو هم هست. خب همینطوره خانم. حرف من سر آقا جونه. ما چیزایی شنیدیم که امیدوارم به حق باطن زهرا دروغ باشه، ولی چون تو از همه به ایشون نزدیکتری میخوایم اگه موردی هست به ما بگی که زودتر فکری بکنیم. چه موردی؟ تو کارخونه آقا رو مثل تخم چشمشون دوست دارن. خودتو به اون رو نزن. کدوم را؟ پاشو برو. پاشو برو. اون نون و نمک خونم رو هم چشمتو بگیری ایشالله. ما همه چیز خودمون میدونستیم، فقط میخواستیم مطمئن بشیم که شدیم. آخه خانم برای آقا خوبیت نره. حرف زیادی میزنی. برو ببینم. قرار بود بیاد ولی نیومده. ببین چه به روز این مرد آوردی؟ چی شده کبوتر؟ هیچی بابا، این معرکه گرفته. یه چیزایی بردن کشوندن اونجا جلسه گرفتن، این بم گوت بوقو کردن، حالا اینو هول برداشت. خدایا به خیر بگذر. آره چه خبری که تو دل اینو خالی میکنی؟ خب آقا خودش باید جواب بدی، خلاف شهر رفتار نکردی که. یا حالا کجا؟ دلم شور میزنه. میره اونجا. برم شاید پیش از که برسه پیداش کنم. ببینید آقا، اگر ما بخوایم کیفیت جنس رو بالا نگه داریم خب قیمتش میره بالا، مشتری نداره اون وقت. اگه بخوایم قیمت ثابت نگه داریم خب سود نمیکنه. اگه درش ببندیم خب یه در نون خوردن میفتن، خدا رو خوش نمیاد. مجبوریم یه جوری همینجوری کردار مریض باید تحمل میکنیم آقا. تحمل میکنیم چی میشه. چطوری بابا؟ مرسی، خیلی ممنون. عباس آقا کجاست؟ خونه مادرشه. بچه هم که نیستن کجا؟ خونه انسیه. فرات خانم نمیان؟ بیاد چی کار؟ دردمون تو خودمون بمونه بهتره. یعنی چی؟ آقای رحمانی، ما امشب دور هم جمع شدیم که اگر چنون که از دستمون کارم برمیاد به عنوان ادای وظیفه انجام بدیم. در چه موردی؟ شنیدیم براتون مشکلی پیش اومده، خواستیم از زبان خودتون بشنویم چون صبیه ها خیلی نگرانن. آقا رسول، شما در پاکی و صداقت همیشه توی فامیل زبون زد بودی، به خونه و خانوادت و وفادار بودین، چه در حیات مرحوم طلعت خانوم چه در غیاب ایشون. والا شایعاتی شنیدم درباره یه دختر قربتی مثل که گرفتاری برای شما به وجود آورده. حالا شما بفرمایید ما چه کمکی میتونیم بکنیم؟ مزخرفا چیه؟ این دریوری ها چیه؟ دست شما درد نکنه فروغ خانم. باریکلا انسی خانم، محکمه را میندازید تو چشم مردم، گپ بزنین به باباتون رو به کند بکشین. هر دردی داشتین نمیتونستین قبل از یه جار بزنین همه رو خبر کنین، به خودم هم بگین. صغیرم، محجورم، خودم که برای من وکیل واسه تعیین میکنی. کجا؟ اول جواب من رو بدین. این دختر نوبر کردانی کیه بابا؟ نگین که نمیدونین، نگین که نمیشناسین. شما که تو عمرتون یک کلمه دروغ از دهنتون در نیومده. این دختری کیه؟ یکی باید همه پشت سرتون بخندن بگن یه دختری غربتی آقا رو اخفال کرد. خدا منو مرگ بده من این حرفا رو نشنوم.
آقا آقا واسه پدرم کمیشه تیکه کش میکنم اصلا ما رو نگیر روزگردر بی بوتای قماش خودت شدی کسافت جون به جونتون کنم بی چشم رو این همتون بلایی به سرت بیارم که تو کتابا بنویسم دیگه میخوام ببینمش کی میتونه به من بگی چرا زنشم نمیفهمی جان نوبر طوریش نیست یه خورده فشارش رفته بالا یکم شب میمانه فردا میاد منزل دخترهای اون الان زخمی هست به خاطر خودشم که شده نباید با اونا رو در رو بشی به خاطر خودش که حاضرم بمیرم خسته نباشه آقا آدم دردشو به کی بگی حاضر این بچه دادی و زنه بالا سرش باشن وقت ما نباید ببینیمش خب معلوم از الان داغه باید قبل از اینکه سر پا بشه قال قضیه رو کرد من زبون این جماعت خوب بلدم خودم میرم سراغش من میگم با فراد خان برو من چه کارم خانم که برم مگه تا حالا کسی یک کلمه چیزی به من گفته بود بفهم ما غریبه ایم خودم باید برم کار باید یه سره بشه شرط این که شلوغش نکنی وقتی آقا میخواست داداشت رو بیاری بیرون خود من کلی دوندگی کردم پس اینو که بهت میگم به نفعته بیا با اینا هم میتونی یه جایی رهن کنی هم چند وقتی زندگیتون باهاش میگرده به شرط اینکه عاقل باشی و پنجشنبه که من بیام رفته باشی قرار به رفتن باشه همین امشب میرم همین حالا به شرط اینکه خود رسول بخواد چه غلطا؟ رسول؟ خجالت نمیکشی دختری پاپتی؟ مادر من یه عمر باش زندگی که جرأت نکرد اینجوری اسمشو ببره حالا تو بر من آدم شدی کثافت یعنی چه؟ شما قرار نبود ساکت باشی؟ ببین جانم این خواست خود ایشون هم هست حالا ممکنه نتونه به زبون بیاره اما من شما که نباید ازش سوء استفاده کنیم همه کارگراش فهمیدن فامیلش فهمیده پشتش حرف در اومده والا واسه این پیرمرد خوبیت نداره ببین جانم ضرر از هر جا بگیری به نفعه و الا زیر بار این فشار دق میکنه بس دیگه عباس آقا بابای من داره از بین میره اون وقت شما داری براش مثنوی میخونی غلط میکنه نره خیلی خوب جمع کن ببینم یالا مگه به خاطر همینه نبود که زندگی ما رو به هم ریختی خب بردار دیگه یالا من باید خودشو ببینم خودشو؟ ماشین کجا میشی؟ اول بریم خونه نوبر بعد من تکلیفم با دنیا و آدم ها شوشم میکنم آقا فضولی نباشه بریم خونه خودتون بهتره یعنی چی؟ آخه همه منتظرن با اجازه کی رفتن تو خونه من؟ چی شده از خیلی؟ نوبر خونه نیم پیش کبوتره میری یا خودم برم؟
فقط موندم ببینمت بعد برم. بیرا نمیگن یه قربتی پاپتی رو چه به اینکه جای طلعت خانم زن آقا رسول بشینه. ولی من که راضی بودم فقط حلال تو بمونم. گفتن اولش اینطوریه، کم کم زیر پاش میشینی که عقدت کنه، بعدم یه طول پس میندازی و همه چیشو میکشی بالا. یه کپه پول انداختن جلوم که بردار برو. گفتم من برای چیزی نیومدم که به خاطرش برم. من به خاطر کسی اومدم که خودش باید بهم بگه برو. زدن تو دهنم که حرفای گنده تر از دهنت میزنی. اونجا بود که فهمیدم فرق این که اسم آدم رو جایی بنویسن یا ننویسن چی. میگن خیلی وقت راه افتادن، ولی نمیدونم چرا هنوز نیومدن. خانم یه چیزی میل کنید. کاظم چای بردم بیار. آقای من شرمنده‌تون رو به خدمتتون میرسم. عجب کاری شد. خیلی خوب. کاری که نواس بشه شد. حالا عاقل باشین، وقتی اومد برین جلو دستشو ببوسین و از دلش در بیارین. خیلی خوب. شما همینجا تشریف داشته باشید. چی شده؟ شما که میگفتین موضوع حل شده که. چی بگم والا چی بگم؟ دارو ندارم ارزولیتون. من شما رو تخم چشمم بزرگ کردم، مثل تخم چشمم حفظتون کردم. اگه به جای پدری در حقتون دشمنی هم کرده بودم، با این کارهای شما بی حساب شدیم. شما برای حفظ حیثیت خانوادگی با ترس از بی‌آبرویی بدجوری آبروی منو بردی. بقیه آبروم من اینجا میذارم و میرم. رسول رحمانی امروز مرد. این که اینجا ایستاده میخواد با نوبر کردانی یه دختر قربتی پاپتی بی کس و کار بمونه تا بمیره.